الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والأنبياء والمرسلين اما بعد. دوستان گرامی، امروز درباره خوراک اهل جهنم صحبت داریم. خوراک اهل جهنم چیست؟ جهنمیان چی میخورند؟ الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم چند خوراک آنها را ذکر کرده است. اولا زقوم و ضریع و غسلین و ذو غصه، چهار نمود که چهار نوعی خوراک آنها را ذکر کرده است. اولا در مورد زقوم بعضی آیت ها را ذکر میکنیم که الله سبحانه و تعالی در قرآن مجید میفرماید: انها شجرة تخرج فی اصل الجحیم. زقوم یک درختی است که در پایان جهنم میبراید. طلعها كأنه رؤوس الشیاطین. میوه این درخت بمانند سر شیطان هاست. البته که هیچ کس سر شیطان را ندیده است، ولی هنگامی که ما یک چیزی بد و بدروی را صفت میکنیم، البته که بمانند شیطان میگوییم. همین گونه الله سبحانه و تعالی در این آیت برای ما و شما یک صورت بدنمودی را برای ما و شما توصیف میدهد که میوه این درخت بمانند سر شیطان هاست. و در دیگر آیت الله سبحانه و تعالی میفرماید که فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون. این جهنمیان از همین زقوم میخورند و شکمهای خود را پر میکنند از زقوم. خب زقوم چگونه خوراک است؟ در این مورد الله سبحانه و تعالی در دیگر آیت و در دیگر سوره میفرماید که ان شجرة الزقوم طعام الاثیم. بدرستی درخت زقوم خوراک گناهکاران است. کالمهل یغلی فی البطون. بمانند مهل در شکمها می جوشد. مهل چیست؟ مهل را مفسرین به چند معنا آورده‌اند. بعضی از مفسرین میگویند که مهل این یک فلز آب شده، آهن باشد یا اینکه مس باشد، هر چیزی که آب شده است از بسیار گرمی آن را مهل میگویند. و بعضی دیگر از مفسرین میگویند که مهل این زرداب اهل جهنم می باشد. و بعضی دیگر میگویند که مهل به معنای همان تیرگی و سیاهی که در زیر روغن جمع میگردد همان است. خب به هر معنایی باشد، این چیزی است که بسیار جوش و سوزان است که وقتی که جهنمیان آن را میخورند در شکم آنها می جوشد. که غلی الحمیم. به مانند آبی جوشان و سوزان، آبی که وقتی که جهنمیان میخورند آن را، تمامی هر عضوی بدنی که در داخل آنها هست از آنها خارج میگردد. همان را حمیم میگویند، آبی جوش و سوزان. یعنی زقوم همین گونه خوراکی است که بسیار بدبوی و بسیار جوش و سوزان. خب خوراک دیگری آنها ضریع است. این خوراک را الله سبحانه و تعالی در سوره غاشیه ذکر میکند که لیس لهم طعام الا من ضریع.
نیست برای جهنمیان خوراک مگر از ضریع. ضریع چگونه خوراک است؟ این خوراکی است که خاردار است، خار دارد و بسیار بدبوی است. به خوردن آن جهنمیان سیر نمی شوند، ولی خاردار و بسیار بدبوی است که آنها را آزار می دهد. و در دیگر آیت خوراک دیگری جهنمیان را الله سبحانه و تعالی ذکر می کند. الله متعال ما و شما را از آتش جهنم نجات بدهد. دیگر خوراک آنها را غسلین می گوید. غسلین ولا طعام الا من غسلین در سوره الحاقه الله سبحانه و تعالی می فرماید. یعنی برای این جهنمیان خوراک دیگر نیست مگر از غسلین. غسلین این همان زرداب و هر چیزی که از بدن جهنمیان می ریزد آن را اینها می خورند. زقوم، غسلین و ضریع و خوراک دیگری آنها ذا غصه. ذا غصه در یک آیت از کلام الله مجید می آید که و طعاما ذا غصه و عذابا الیما. یعنی برای جهنمیان خوراک ذا غصه است. ذا غصه هر خوراکی در گلوی انسان می گیرد آن را ذو غصه می نامند. یعنی که خوراکی گلوگیر. برای آنها خوراکی گلوگیری است که آنها را عذاب می دهد. یعنی وقتی که جهنمیان آن را می خورند نه پایان می رود نه اینکه دوباره بر می گردد، در گلوی آنها می گیرد. و عذابا الیما و بسیار یک عذاب دردناکی برای آنها وجود دارد. بعضی از مفسرین می گویند که این ذو غصه خوراکی است که آمیخته از زقوم و غسلین و ضریع می باشد. یعنی این همه خوراک ها یک جا شده آن را ذو غصه می گویند که در گلوی آنها می گیرد. بعد از اینکه جهنمیان این خوراک ها را می خورند الله سبحانه و تعالی ما و شما را از آتش جهنم نجات بدهد. برای آنها آب می آورند که بنوشند. این آب را الله سبحانه و تعالی در آیه قرآن مجید توصیف می کند که و سقوا ماء حمیما فقطع امعاءهم. جهنمیان را می نوشانند از آبی بسیار جوش و سوزان که روده های آنها را پاره پاره می کند. یعنی آبی که آنها می نوشند حمیم نام دارد. حمیم همان آبی جوشان و سوزانی که این جهنمیان آن را می نوشند. و در دیگر آیت الله سبحانه و تعالی می فرماید که من ورائه جهنم و یسقى من ماء صدید. در پیشروی آنها جهنم است و از آبی صدید نوشانده می شوند. صدید همان زرداب یا اینکه عرق، آبی دیده، هر چیزی که از جهنمیان خارج می گردد الله سبحانه و تعالی ما و شما را نجات بدهد. همین آب را این جهنمیان می نوشند. در سوره کهف الله سبحانه و تعالی می فرماید که إنا اعتدنا للظالمین نارا احاط بهم سرادقها. ما برای ستمگاران و ظالمین آتش آماده ساخته ایم که دیوارهای آتشین آنها را فرا می گیرد. یعنی که آتشی است که به مانند دیوار از چهار طرف این ستمگاران می ایستند و
جای آنها را تنگ می کنند. اگر انسان در عذاب باشد، گرفتار عذاب باشد و بداند که در یک جای بسیار محکم گرفتار است، عذاب آن بیشتر به نظر می رسد. از همین لحاظ این ستمگاران را آتش جهنم و مانند دیوارهای آتشین فرا می گیرد. خب بعد از اون الله سبحانه و تعالی می فرماید که و این یستغیثوا یغاثوا بماء کالمهل، هنگامی که آنها تشنه می شوند و طلب نوشیدن می کنند که یک چیزی برای آنها بیارند بنوشند، برای آنها آب آورده می شود که به مانند مهل است. آبی است که به مانند مهل گفتیم که فلز یا آهن یا مس، هر چیزی که آب شده است، از بسیار گرمی آب شده است، یا اینکه همان زرداب و آبی که از بدن جهنمیان خارج می گردد همان را مهل می گویند. خب این مهل چگونه است؟ یشوی الوجوه، مهل به درجه سوزان است و گرم است که هنگامی که آن را به نزدیک روی خود می آورند برای نوشیدنی، روی آنها را بریان می کند. بئس الشراب، بدترین نوشیدنی است. و ساءت مرتفقا، و بدترین جایگاه همین آتش جهنم است.